سلام خدمت مهندسای برق خودرو. همونطور که میدونیم اوضاع کشور و حال هممون خوب نیست و نگرانی ها بیشتر از حد انتظار شده که امیدوارم هرچی سریعتر درست بشه این وضعیت سخت و دردناک. خیلی از هموطنامون خستن و نگران آینده ایران عزیزمونن. هدف من از ساختن این ویدیو توی این اوضاع اینه که از هدفمون، از آینده‌ای که براش وقت گذاشتیم، آموزش دیدیم و زحمت کشیدیم عقب نمونیم. همه ما کنار همیم، یک دلیم و شریک دردها و نگرانی‌های همیم، چیزی که کاملا این روزا داره حس میشه. همینطور که از تایتل ویدیو متوجه شدید، میخوایم در رابطه با سنسور دور موتور صحبت کنیم. اینکه چیه، چه وظیفه‌ای داره، فرقش با سنسور میتسوپاپ چیه که البته اینو تو ویدیو قبلی کاملا توضیح دادیم، از چی تشکیل شده و اجزای تشکیل دهنده سنسور دور موتور چیا هستن که به شکل خلاصه و مختصر اما کامل توضیح داده میشه. سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میلنگ چیست؟ سنسور دور موتور یک حسگر الکترونیکی است که سرعت چرخش میلنگ را اندازه‌گیری می‌کند و این اطلاعات را به ECU ارسال می‌کند. ECU از طریق این اطلاعات نیز برای تزریق سوخت و جرقه زنی زمان مناسب را تعیین می‌کند. سنسور دور موتور در اکثر خودروها مثل پراید روی پوسته گیربکس جلوی دنده فلاویل و نزدیک دنده فلاویل قرار داره. وقتی دنده فلاویل به چرخش در میاد، دندانه‌ها از جلوی سنسور عبور می‌کند و سنسور دور موتور از این طریق پالس های الکتریکی تولید میکنه و به ECU ارسال میکنه. تو ویدیو گذشته در رابطه با توضیحات سنسور میتسوپاپ به تفاوت های سنسور میتسوپاپ و سنسور موقعیت میلنگ یا همون سنسور دور موتور اشاره کردیم و به طور کلی خلاصه اگه بخوایم هر دو سنسور رو با هم مقایسه کنیم، سنسور میتسوپاپ برای تزریق دقیق تر سوخت و زمان درست جرقه زنی و برای زمانبندی مناسب سوپاپ‌های هوا و سوخت لازمه و سنسور دور موتور برای پایه کنترل موتور ضروریه و وظیفه تعیین موقعیت پیستون‌ها و تعیین زمان جرقه زنی رو به عهده داره. خرابی سنسور دور موتور میتونه باعث بروز مشکلات مختلفی در عملکرد موتور بشه که شامل 1. روشن نشدن خودرو. ECU برای راه اندازی و روشن کردن خودرو نیاز به اطلاعات دقیق از موقعیت میلنگ داره و بدون دریافت این اطلاعات خودرو قادر به روشن شدن نمی باشد و این اطلاعات از طریق سنسور دور موتور در واقع به ECU ارسال میشه. 2. خاموش شدن ناگهانی موتور حین رانندگی. وقتی سنسور دور موتور به مشکل بخوره، اطلاعات مربوط به دور موتور و میلنگ به درستی به ECU ارسال نمیشه و در واقع موجب خاموش شدن ناگهانی موتور حین رانندگی میشه. پرش و نوسان دور موتور، ریپ زدن یا لرزش موتور به دلیل زمانبندی غلط جرقه زنی، روشن شدن چراغ چک، افزایش پاشش سوخت و کاهش عملکرد موتور و ضعف شتاب میتونه از علائم خرابی سنسور دور موتور باشه. سنسور دور موتور از چی تشکیل شده؟ ساختار سنسور دور موتور به این شکل هستش که یک آهنربا برای تولید میدان مغناطیسی در سنسور به کار رفته و یک هسته فلزی و سیمپیچ برای زمانی که میلنگ به گردش درآمد ولتاژ ایجاد کنه. همینطور بدن سنسور که اکثرا به شکل پلاستیکی و فلزی هستند برای محافظت از اجزای داخلی سنسور. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. امیدوارم استفاده کرده باشید و خالی از لطف نباشه. موفق و سرزنده باشید.